و همه شما یک خوشخبر مردمی که در شهر روسیه مهاجرین با شما کارهای نو پیدا شد در اروپا. این ساکنان شکایت دارند که با وعده مهاجرت مهنتی به بریتانیای کبیر به یک شرکت پول دادند ولی شرکت آنها را فریب کرده نه به بریتانیا برده است و نه مبلغشان را برگردانیده است. октябри соли 2023 дар ҳамин ширкати даври истиқлол пул спурдем 18000 сум. гуфт ки чия квитансиямон дод дар муддати 3 моҳ ман шуморо равон мекунам ба давлати англия. то ҳозира дигар не пулмона баргардон не мақсад худша меган дар уведе маҳкамаям бачаш иброҳим. در دست این نفران که خود را جبر دیده می‌حسابند فقط رسید یا سند پرداخت مبلغ است. میریم فقط وعده میتیم که میشه تمام دیگه اون گپ شر نیست. سوخای ضرر دیدگیم همون قرض گرفتگیم ای بانک یا دیگه آدمو. همسوبتان ما گفتند مثل آنها حدود 300 نفر جبردیده‌های هستند که با وعده سفر به بریتانیا و شرکت دور استقلال پول دادند. در تاجیکستان مسئله سوداگردانی روند مهاجرت کاری به بریتانیای کبیر برای اجرای کارهای موسمی بارها بررسی شده است و در چند سال اخیر شماری از کارجویان نیز به این کشور سفربر شدند. در شبکه‌های اجتماعی اعلان‌ها درباره سفر به بریتانیای کبیر زیاد به نظر می‌رسد، ولی آگاهان توصیه می‌دهند که نه به همه چنین اعلان‌ها باور کردن ممکن. موهیا نازیمова که فعلا در بریتانیا است از طریق شبکه‌های اجتماعی به ساکنان راه‌های قانونی و درست مهاجرت به این کشور را توصیه می‌دهد. پیش از همه از هموطنان عزیز خواهش می‌کردم که آنها ملکه تحلیل کردن خود را به کار درآورند، یعنی که کوشش کنند که هر گونه اعلان یا هر گونه اطلاعاتی که به دست می‌آورند از غلبری تحلیل گذرانند. برای مثال چند قبل در یکی از تلگرام کانال های یکی از رسانه های خیلی مشهوری تاجیکی دیدم که اعلان کار در بریتانیا کبیر است. وقتی که به همان لینک ها می درآید معلوم می شود که این کانال ها نو گشوده شدند و آنها محض برای آن همین گونه آدمان زودباور هستند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند رهبر شرکت را بازداشت کرده نسبتش بر اساس 2 ماده کودکس جنایی قلابی و مهاجرت غیرقانونی پرونده باز نمودند. بعضی جبردیده‌ها طلب دارند که ابراهیم احمدوف رهبر شرکت دور استقلال قبل از محکوم به زندان شدنش نخست مبلغ آنها را برگرداند. باید که همه جبردیده‌ها با مقامات حفظ حقوقی امروز همون پرونده نسبت همون رهبر شرکت در استحصالاتش است با آنها با عریضه با شکایت مراجعت کنند و اویدی حالت‌های کار که چطور فریب خوردند و چقدر مبلغ ضرر دیدند مراجعت کنند و چاره‌ها اندیشیده می شود برای برقرار کردن جبران کردن ضرری به اینها رسانده شده. تلاش‌های ما برای پیدا کردن مالکان شرکت نتیجه نداد. قبلا نیز در تاجیکستان افرادی متهم در قلابی بازداشت شده بودند که با وعده تشکیل مهاجرت به خارج کشور از جمله دولت‌های غربی از شهروندان مبلغ می‌گرفتند. مشکلی پیدا نمودن جای کاری مناسب باعث شده است که سالانه صدها هزار شهروند تاجیکستان به روسیه به مهاجرت مهنتی می‌روند. تاجیکستان می‌خواهد پایبندیش را در این سمت از روسیه کاهش دهد.